شبی ای دستو ای جانانه من الا گل دانه 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 شده مانند زندان خانه من الا گل دانه دانه به دست خوب به من ایدی روان کو الا گل دانه دانه. بله بابا تسلا شد دل دیوانه من الا گل دانه دانه. علمی جور پاک میکنه که بابا بغل دیوار یک دم او میایه بفهمیدی؟ اینا را از تو تالی همه پاک کردم که او بیاید دیوار چپه نکنه بیاید دیوار کجه انا مقبولتر هم میاید چیز لکستر هم میاید. ایلا امرو مریض هم هست تو میفهمی؟ تو یک جای رای میکن میری؟ بلند گپ زنیم بابا نمیشنم چی میگی. وردار ندارم مریضم خود تو خبر ده که من مریضم. خب مریض که خیلی 8 ماه 9 ماه میشه. میگم برو در سرام نوروز یا در سرام کنده. همین خره بستو بیا چه واسه خاک کشی داره. خره بستونو؟ با قرض؟ هم خر خود نمیدن که هم بیاری که چند خر خاکی بیارم. میفهمی یعنی میگم خره با قرض بستونو. خب به قرض میستی به هر مرگی میستی خوب بستی یک خره دیگه بخی که من بردار ندارم حاجتی اینو بالا میداد بخی اگه بتونیستم. انا بابا سکنیم بغلی سکنیم انیتا مقبول تراشتین که کمک جو کلونتر هم بشه. میفهمم من بتیار میکنم تو بخی با تو ای برم بندازونیم سکنیم نه رقمی رو به شما یاد دم بابا بفهمیدی؟ خب خر پالون داشته باشه یا بی پالون؟ خر خودی خاک پالون و خاکش مکمل میستینی دیگه. خاکش هم بستونو؟ ها دیگه با خاک ترجمه میکنه دیگه خاکش هم بستونو هم خر که مرتکه بده بابا باشه مرتکه خر بستونو با خاکش یک کار میکنه نبود به تا بوجیا میکنه بالا خر میکنه به تا بوجیا هم خاک میشه. ها نه زا خاکش نداشته باشم مرتکه میگه یکی بلالا یا خاکش ببر یا خره. وقت برو دیگه وقتی کدوم که بستونو؟ خاکشه؟ خره بستو بیاره خره در سر مامان کندل مامان نوروز؟ خوبه بابا اگه میتونی شما پاک کنیم اینا. خر گوشنه باشه یا سیر باشه؟ یعنی سردیل داریتم با بیلا چیش بچینیم چی شاکی چی شام در نوروزه. ماما نوروز مونده نباشیم. بیار باشی بخیر باشی. ساعت شما خوبه؟ خوب است شکر بخیر. سلام باشیم. به هفته و 6 تا ماما نوروز. این پرسیدم اینجا رو سال میکنیم. زمینار. به حدید گندم خوب است. گندم خوبه. ماما نوروز پیار ما به شما سلام میگفتن خوب؟ گفتم برو پیش ماما نوروز امو خر خور بد این خاطر ما امرو خاک کشی داریم. یک مرغ به شما اعتبار نداره چطور خر بیتیم به شما؟ ما مرغ اعتبار نداریم؟ نه چرا؟ خر میبرید گم میکنید. خر میبرون گم میکنم نمیتیم خر. ماما یعنی من به پیش شما اعتبار ندارم یا خره؟ نه اگه بچه شما به در سرام آمده گفته که یک سیخی بده که بخلونم به چیش خوب بفهمیدیم؟ اگه گردنم بند باشه بودم بریم. نه نمیایم با داری تو هم نمیایم خرم نمیتیم بری تو. من خودی شما دست نمیدم. دست نده. 100 تا خر مال به من میدم. نه دست نمیتیم بری تو خر. بالیا افغانا دسته سری گذر نشسته به خاطر تمنا کمرا خور شکسته دیگر نمیام دیگر نمیرم دیگر نمیرم به ایران دیگر نمیرم دیگر نمیرم دیگر نمیرم به ایران ما قربان تو ما قربان تو ما قربان تو افغان
افغانستان بودم نامیم بودن ور بچی کاکا دلاور افغانستان بودم نامیم بودن ور بچی کاکا دلاور به ایران آمدم به شهر غربت پیشی عباس و ایدر جور باشه رفیق ما اشتیانی که جان جور خیریته خوب اشتنا ماما کندیل پیار تو شکر خوبم تیار خوشحالم ساعت شما خوبه شکر اشتنا ما خدا کته شدی چه کار کنیم دیگه با تیپ زدی که جی ما که مدام تیپ میزنی شیر مادرت خوب چی کار دیشتیه میدی؟ کورتی تو به برمه میشه به قرض بدی ما صبح شاید بریم بررسی نه گردن تو بان اگه بشه نمیشه یعنی شوی نیمسی برنج خرج تو هسته همینه چیزا نیمسی بیله یا خودتون یا پیار تو یا خود بره بیله او. ما که نیم سیر میخورد تو چند بایلا روز بری بیا بخوا خودی در سالاشو میشته داغه تو بر هفته به کجیر جان بله پیار ما به تو الا سلام میگو بفهمیدی او گفت برو به کجیر نواسه کاکا خسور ما سلام بگو که همون خر خور بدن که واسه امرو ما خاک کشی داره خوب پیار تو گفت آه بیله ام. بتایمی سرامانه ام. دو تا خرم هسته خب نه اردو تا نمام چون اول که برده نمیتونم دیوم از این گفتم یکی بیا که بخواد خاک تو بغضا مگه اپا خوب بزنم با تو بگو دو تا به تایمی سرام دو تا خرم هسته آره تو تاشون بیا بجی تو بغضا ما بگو خب بگو گردن ما بان کسی به تو پیار تو مرغ مرده رو اعتبار نمیکنه خرار اعتبار میکنه اصلا شما به تعمی محل اعتبار هم داری یک بلی به دست شما میده یک خوک اندازه میده بخی ککو بخی تو به خیریت شردی بخی برو شوخی گردن ما بان اگه اوشاری بگیری بکن برو ما با جمع بچیتون مر فریب نده برو گردن تو بان اگه ایت اوشاری بگیری بکن که باید بیای بخی نمیدی خره نه چره نمیری اعتبار یک ذره نداری بخیر بری دون به خیریت شده بکن که باید بیایی دلم خری نداری به هم خری هم نمیاری برو بخیر بری ها خری نداری به هم خری هم نمیاری برو بخیر بری تو به یک خری میارزی نه ما به یک مرغ میارزم برو بخیر بری برو تو دیگه به در سلام بیا هی یک بچی بیا سیکو تو پیار تو به پیار خوب بگو گله گفته اگه برات توقاج یا برات منگال یا برات کندی گورونی هم خوب گردن با بند باشه تور میگیرم شما ایت چیزا شما گدا نداری شما بومبورین کفن نداری برو نمیایی به در سر شما برو بابا بابا چی میگی؟ بابا آه برفتم ما در سلام اما نوروز خوب به در سلام اما کندلم برفتم به چی و همه چلچله بیری شد خوب هر دو نفر گفتن شما اعتبار نداریم اعتبار ندارم نمیدم میگو پس یک کار کن برو همون دو پاشو بستو از سر ما کنده ماما کندل که برفتون خیره نداد ما این برون در سر عباس و برون در سر ماما روزالدین خب برو همون در سر عباس هم گفته برو همون دو پاشین رو بستو گندمار که من که دوای پاشین برو بخی دو پاش خیره ندم دو پاش میدم بلکن بدم دیگه تو با ویلش اما غمر بگم بگو همون ماشین دو پاش خوبه نه که گندمار خود دو پیشی میکنیم دیگه خوبه برجای بلد دار زندان لا یار اینجا زندانی امان به دور کو کمند دار یار جان اینجا زندانی امان بر این رفیقا به من بگیم که کسی خرخور به من نمیده
خرکو ندادم بلکن دو پاشو بدم. اینجا زندانی هم من. بله منو بله ماما جون. مونده نباشه ماما. سلامت باشین. جان شما جوره؟ شکر سلامتی. زنده باشه. مادر شما اشتنه. شکر. پیار من گفتم برو با ماما سلام بگو، بعد از سلام بگو که مو قمقمی خور بدیم. قمقمه مایم چه کار کنه؟ بله قمقمه مایم چه کار کنه؟ قمقمه. ولی چی هست قمقمه؟ قمقمه او ما میگه، قمقمی او میگه. نه همین که تو میگیری سعی کنی شما رو خود بگردن اون بر انگار کنی شما قمقمیم به تش اونا منیم. بفهمیدین؟ خب بگو مشین دو پاشه. خب بگو چی؟ مشین دو پاش. بنده خدا مشین دو پاش بگو. همینه که میگه همونه دیگه مشین دو پاش بگو. قمقمه نه. پیار من میگم خاطر که نمیرو بدیم ما گندما خورمین کمی دو زنیم. اما جو خب میدون دستانال ما اینجا که دو پشی داریم، کار داریم، تو هم ببری نمیاری با پیارت هم که بخولی آدم بشاره میگم مریضه. خدا میدونه دو پاشو بدیم، تو خدا میدونه چه کار بشه. پیار تو همون وقتی که بود اگه اعتبار نداشته. حالا که بخولی کدو وقت؟ هم وقتی که تیار بود. وقتی که حالا که ناجور درست رو شاید پیارت فیت کنه دیگه خدا دو پاشو را نمیاری. برو که ما کار داریم ماما جو. برو پیار خود برو. ای خدا سک آدم ریش سفید میگه میرو ماما. من اینجا با خود اختلاف میکنم. درد دل خور میگم ماما. بس تو ماما یک دقیقه اینجی. نه ماما جو برو دیگه. گفتم ما کار داریم. برو وقت ما نگیره. برو. خب برای شما به سراخ ماما. برای برو در سر دیگه کس بستو. مستر ماما برای. ای خدا تو سیکو که پیرک من ناجورم. این میگه پیار تو اعتبار نداره. وقتی که تیار بود اعتبار نداشت. حال کو به کل اعتبار نداره. خدایا تو برو ماما یک جو برو گریه فرشونا خور به دیگه جا بکو. برو پیار خوب بگردم. برو دم در نسته که بعد اینجا مردم تیر میشن. برو بخوردم سرا خرابی شما. نه دیگه برو به دیگه جا گریه فرشونا کو. برو اونی بدم از او گریه فرشونا. شما ماما یک روزی ناجور میشین بفهمیدین مرغ مردر به شما اعتبار نمیبینه. باشه همین ساعتی که ناجور شدن چشم. برو گو دو پاش نور اومده استو. هر کس که ناجور شه بی اعتبار میشه. خیر با شما هم خدای داری. برو ماما. پیرک من خدا شفای بده که به پیش شما همسایا یک ذره اعتبار داشته باشه. آدم ریستفیدی میگه پیار تو وقتی تیار بود اعتبار نداشت. حال اعتبار نداره. بری ماما جو نسته که آره میرم ماما. من نخوردم. بیا مربزی. بیا ماما مربزی. نمیزنم. برو دم از او باق. میرم. برو. هر کس مریض شد مگرم هیچی نده. حالا من بفهمیدم. از این روز نمیفهمیدم. هوشیاری نبودم. همین سرا عباس ایلان خیلی بچه ها خوبی هم. مردم خوبی هم. سلام. عباس جان اشتنی؟ سنگیلک جان خوبی جانجور اول خوبه. شکر زنده باش. جانجورک. شکر. عباس بله بفرمایید. انا پیار ما به شما سلام میگفتم. گفتم علیکم سلام. پیار ما گفتم اول که داریم یک خر به قرض با ما بدیم. خب خر. یک خر به ما به قرض بدیم. خاطر ما می خاکار میبریم. خاک کشی داریم امرو. خب به نوالا میبریم. خب انا دیوم از یک خر نداریم. خر به قرض نمیدیم. انا هم یک از این چیزا مثلا همینایی که فش میزنه. چی فش میزنه گیلک؟ همینایی که میبرم این تا به تاش اونا خو مثل چیز همینایی که خود به فرشید یلا نمیدم. خب ماما باسکل فروشیه. نه میفروشی میخرم. انا آل خودی ما گبزه. همینایی که به تاش اونا خو بسته میکنن. خود اتیاره یلا نمیدم. ایتا به تا گندمای تا خوب اتیاره چه خوری لده؟ رنگ مونای میگم. خب دو پا. دو پاش ها. گیلک جان حالا اینجا یک چند حسابی داره از خود خود. خب حالا تو که آدم ساده خب پیارتم که خدا شفای بده مریضه. خب امروز به ثوابش فوت میکنه. خب با من دوا پاشه بودم یا خره بودم نکسته یا دوا پاشه بودم یا خره بودم از کی بستون سباروز پیار تو شاید بموره 20 روز فاته جنازه میشه. ما بیان درساش ما با فاته باید تک تک کنم که خر مرا بدن یا دوا پاشه بدن یا جنازه باید تک تک کنم یا با تا
ختم قرآن چیز دیگه به تو بگم کار خوبی نیه دیگه. حالا تو خبر داری که پیار مسابقه میمونن خدای نکرده؟ نه ایت نمیگم مریضن دیگه. آن وقتی که پیار تو تویا بود ببین محله اعتبار داشتین شما. نه آفرین حالا کم اعتبار ندارین دیگه. یعنی به لیاز مریضی پیار مم نمیده؟ نه لالا جیگر برو بخیر. بفهمیدی گیلک جان آه. برو بخیر بری. تو مال از سادگی خصوص انتکاج را میری گیلک. من سادگی خصوصی انتکاج را میرم. برو از این من تو کار نمیشه درس را دیگه کسی برو. پیار تو ناجور شه. برو بهت میگم پیار تو ناجوره. عقل کمان نداری گیلک برو رد کن خبره. درس هم تک تک نکنی. بابا میگم بابا شما ناجوریم هیچ کس به شما اعتبار نمیبینه. همسایه میگن به تیاری اعتبار نداشته و به ناجوری چی اعتبار داره؟ بابا برفتم در سراینا. خب در سر هر دو همسایه برفتم. خب او همسایه هم گفته که ولا تو پیار تو ناجوره و به تیاری اعتبار نداشته. حالا که ناجور شده سبا روز میموره مامروز الدین. خب انا سبا روز میموره اسکی بستونم. برو کاکا جو برات کار خو اگه رسته بپرسی دارم هم نمیده. پیار تو همون وقتی که بود اگه اعتبار نداشته. حالا که بخوری. کدو وقت؟ هم وقتی که تیار بود. بیامدن در سر عباس. عباس اینا پیار کو نبیده. خب خود بیری شد. خب گفته که ما اگه راست بپرسی انا چیزه سبا روز مثلا پیار تو سبا میموره فد میکنن اما بیام اسکی بستونم تا فاتح جنازه بیام برات چیز میزی انا شما خلاصه با تو بگم مرغ مردر اعتبار نداری. پیار تو هم که خدا شفای بده مریضه. امروز به ثوابش فوت میکنه. یعنی کسی که مریض شد اعتبار نداره دیگه. من نمیفهمی همسایه میتونی اما چی رقم همسایه دارم اینا همسایه داریم ما. ای خدا تو مریضا شفای عاجل بده پروردگار. خدایا پیارک برم شفای بده. خیره دیگه. پیارک من واسه که مریضه. غریب بودم که کسی به اعتبار نمیکنه. خیره. ما خدای داریم. وای 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 وای. مردم ما بابا بعضا ایت سعی کنیم بی خیر شدم. ایت چیز شدم میگن که پیار تو همه بچه نادان عباس میگه پیار تو ناجوره. ما بریم اسکی بستونی شما به تیاری خود پیار تو اعتبار نداشته. حال اعتبار داره. خیره هر کسی به پشت سر هر چیزی میگه بگه. اگه تیارم بودم اعتبارم شکر خدا داشتیم اگه نداشتیم اگه هر رقم بود. شکر داریم بازم بار خدا خدا هستیم. بابا بله خیلی.